سلام، حالتون خوبه؟ سیب زمینی ها رو به مدت 1 ساعت اجازه میدیم تا بپزن. تو این فاصله 2 عدد پیاز رو خلالی خوردش میکنیم، خلالی خیلی نازک خورد میکنیم و توی تاوه روغن میریزیم و اجازه میدیم که پیاز هامون نرم بشن. خیلی نمیخوایم سرخ بشه، در حد این که نرم بشه کافیه. من کمی اینجا نمک میزنم تا به نرم شدن پیازا کمک کنه. پیازام همطور که میخواستیم نرم شدن. سیب زمینی هامون که پخته شدن اجازه میدیم تا خنک بشن. بعد از اینکه خنک شدن پوستشون رو میگیریم و به صورت یک دست خوردش میکنیم. سوسیس هامون رو هم همینطور خورد میکنیم و داخل تاوه سرخشون میکنیم. برای اینکه کانالمون رو گم نکنید و از آموزش‌های جدید با خبر بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. سوسیس هامون همونطور که میبینید کاملا سرخ شدن. تو این فاصله ادویه هامون رو اضافه میکنیم و یه قاشق رب گوجه. ادویه ها رو اجازه میدیم با رب کاملا قاطی بشه، تف بخوره و رب رنگ باز کنه. ربمون که رنگ باز کرد پیاز رو بهش اضافه میکنیم، سیب زمینی رو هم بهش اضافه میکنیم و تمام مواد رو با هم ترکیب میکنیم تا کاملا یک دست بشه. این غذا علاوه بر این که طعم عالی داره خیلی هم کم هزینه است. نوش جونتون. من برای تزیین این غذا 2 تا پیازچه استفاده کردم. هم ترکیب رنگ قشنگی داره، همین که خوشمزش میکنه.